وای نگاه وحید خوک رو تیکه پاره کرده. این تازه سرش هم خورده. اینا چجوری گوشتا رو ریش ریش کرده. دندش هم تو خورده، دنده ها شکسته. آره معلومه تابلوه. خوکه این خوکه مگه میشه به این سادگی ها خورد. صحبت نکنم چی کنم. حالا بریم تیکه های دیگه. این حیوانی که دیدین اینجا قبلا خونش اینجاها ریخته. پاش اینجا افتاده. وسط دل جنگلیم تو ارتفاع.